یک مولای افراطی عرب است در یکی از ویدیوها درباره احمد شاه مسعود صحبت میکنه. Ахмад Шах Мас'уд был человеком Франции в том регионе. И сейчас Франция, которая выступает против ислама и срывает хиджаб с голов наших сестер. Посмотри на их явную вражду. И эта же Франция называет одну из улиц во Франции именем Ахмад Шах Мас'уда. Чего еще тебе нужно после этого? Какое доказательство тебе? بسیار جالب است، بسیار تکان دهنده است و بسیار وحشتناک است وقتی امروز شما میبینین که تمام دنیا پشت ملت تاجیک و ملت پارس را گرفتن. فقط یک چیز باید پیدا کنن تا باشه که ملت ما را نامبد کنن. خودشان چهار عیب شرعی، هزار فعل و فسق و فساد دارن، اما همیشه فتوای جهاد و نمیدانم فتوای کافر بودن و نمیدانم فتوای چی و چی را در مقابل ملت ما میدن. همیشه دشمنی از اینا با ملت پارس بوده، با تاجیکا بوده، همیشه دنبال ما افتیدن. احمد شاه مسعود را میگه مسلمان نبود و بسیار حرفای دیگه میزنه، بسیار حرفای زشت و رکیک میزنه و توهین میکنه و شخصیتش و ایمانش و مبارزش و میگه گویا که مبارزش باطل بود و در مقابل مسلمان ها می جنگید، در مقابل این می جنگید، در مقابل آن می جنگید. و یک کثافت دیگه هم خود را تاجیک میگه، با زبان فردوسی، با زبان علم و عرفان و انسانیت و شرافت و همپذیری صحبت میکنه، اما از حرفایش، از گفتارش بوی کثافت میه، بوی نفرت میه و هر انسانی که ذره فهم و دانش داشته باشه از گفتار همچو اشخاص به هزاران متر فاصله میگیره. بعد از رفتن اسپسیار تا آخر فقط به ضد مسلمان ها جنگ کرده است، فقط مسلمان کشی کرده است. او قهرمان نیست، او بریده واقع شده بود و حکم او ریده بود و بریده وفات کرد. این عربی که میگه مبارزه احمد شاه مسعود باطل بود و در مقابل مسلمان ها بود و میگه که شما ببینید بعد از او باز فرانسه را مثال میده، میگه به احمد شاه مسعود فرانسه کمک میکرد که با مسلمان ها جنگ کنه و به بچیش هم فرانسه کمک میکنه و در فرانسه یک خیابان را به نام پدرش کردن و این ثابت میکنه که دشمن مسلمان است. خب بیایم این حرفای تو رو تحلیل میکنیم. انسان افراطی و کثافت، انسان گندیده و پر از نفرت و پر از کثافت و پر از دروغ و جل. پس با منطقی که تو داری، اگر کسی که مسلمان نیست با یک مسلمان کمک کنه، با یک مسلمان به نام یک مسلمان خیابان بسازه، مکتب بسازه، سرک بسازه، پارک بسازه، پس پیامبر خدا به گفته شما دشمن مسلمان است. پیامبر خدا به گفته شما با منطق شما کافر است. به خاطر از اینکه امروز در فرانسه، در اروپا، در کوچه های اروپا مساجد ساخته شده. این مساجدی که ساخته شده، تعمیر شده، به زور تعمیر نشده، به امر و به اجازه و به خوشنودی و به دوستی و صمیمیت و همپذیری. یعنی کشورهایی که شما اونا را کافر میگین، به اونا را بالایش فتوا میتین و امر قتل و کشتار از اونا را میتین و پر از نفرت و جهالت و کثیفی و تاریکی هستین، اینا این مساجد را ساختن. یکی از بهترین کتابایی که درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قرن 21 نوشته شده توسط یک عیسوی نوشته شده. مسلمان نیست، غربی است. پس حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با اروپایی‌ها، با غربی‌ها کار میکرد در مقابل مسلمان‌ها.
ما براتون میگم، ما از یهود، از نصارا، از کافر، از آتیست، از کسی که به خدا ایمان نداره کمک میگیرم و در مقابل دشمن سرزمین خود، دشمن خانه خود، دشمن ناموس خود، دشمن عزت و شرف خود جنگ میکنم. هر کسی که باشه، حتی اگر شخصی که در مقابل من میاد خود را در قرآن از ایشان بپیچانه و حرف از حدیث و قرآن بزنه، اما آمده که خانه ما را از ما بگیره، اما آمده که به ناموس ما دست دراز کنه. شما کثافتا امیر محکم گرفتین که ما مسلمان هستیم، دین را محکم گرفتین و به این معنا که دین دیگه به این معناست که هر کسی که بیا بالای تجاوز کنه، به ناموس دست دراز کنه، خانه تا بگیره، زمین تا بگیره و کشور تجاوز کنه، چیزی برش نگو، چون مسلمان است. پس نظر به منطق شما، نظر به استدلال شما، هم به این مولای ادب در میان که سالها شاید نفهمیده باشه که چی رقم میتونه که با طهارت باشه، غسل کنه و پاک باشه در حضور پروردگار استاد شه، یک دو کتاب را خوانده، یک دو مولا را رفته شنیده و فکر کرده که عالم دین شده، و یا همی کثافت عرب زاده ای که آمده فتوا میته درباره احمد شاه مسعود یا درباره فرزند احمد شاه مسعود یا هر تاجیک دیگه که باشه. پس نظر به منطق استدلال شما، اگر در خانه شما یک کسی که ریش داشته باشه، لنگی داشته باشه و عربی صحبت کنه و حرف از قرآن و حدیث بزنه در خانه شما داخل شود، ادب در میان خواهر و مادر شما را از خانه ایتان بگیره ببره، شما بر شاید بگوین که خداوند یارید کنه، ما تو را دوست داریم، برادر مسلمان ما، یک خواهر دیگه ما در اتاق دیگه است، همون را برات میفرستم، اینا هم رایت ببر، فراموشت نشه. نظر به منطق شما هم تو کار باید شود، چون برادرای مسلمانتان آمده ناموستان میخواد از پیشتان بگیره، چون برادرای مسلمانتان آمده میخواد خواهر و مادرتان از بغلتان از خانهتان ببره، چون برادرای مسلمانتان آمده میخواد که سرزمین و خانهتان را از شما بدزده، چون برادرای مسلمانتان آمده میخواد اطفال معصومتان را بکشه، چون برادرای مسلمان شما کثافت آمده میخواد که سر انسان ها را از تنشان جدا کنه. پس شما باید خوشحال باشین، در مقابل از اون استاد نشین. من اسلام صدیقی از بدترین موجود روی زمین کمک میگیرم و در مقابل امی کثافت هایی که به نام طالب حرف از اسلام و حدیث و قرآن میزنن میجنگم و هلاکشان میکنم به افتخار، به سر بلند. شما از دین خدا چی ساختین؟ شما از دین خدا چی ساختین؟ دین را مسخره کردین. کثافت های افراطی در کجای قرآن گفته که یک مسلمان نباید درس بخونه؟ در کجای قرآن گفته که زنها اجازه ندارن درس بخونن، اجازه ندارن مکتب برن، اجازه ندارن دانشگاه برن، اجازه ندارن که تحصیل داشته باشن، اجازه ندارن کار کنن؟ مگر خانم پیامبر تجارت نمیکرد؟ او کثافت افراطی تویی که دفاع از طالب میکنی، تو ناموس فروشی که دفاع از طالب میکنی، یک روز و یک دقیقه و یک ثانیه حتی در خراسان زندگی نکردی، چیزی هم از طالبان نمیدونی، تاریخ هم مطالعه نکردی، تو قدر بی‌حیثیت و بی‌هویت هستی که اصلا نمیفهمی که تاجیک بودن یعنی چی، تو زبان مادری تا بلد نیستی. در یک دقیقه یک صحبت میکنی، 45 ثانیه از او فقط با لغت‌ها، با واژه‌های روسی جمله بندی میشه. تو زبان مادری تا فراموش کردی، تو آمدی حرف از خراسان میزنی، تو ناموس فروش بی عزت، تو بی حیثیت کثافت. خبرداری که در استان پروان بار اول وقتی کثافت های به نام طالب، برادرای تو کثافت به نام طالب وقتی آمدن در خراسان حمله کردن، تجاوز کردن به سرزمین ما، به هزاران دختر خانم را، به هزاران زن را، مهم نیسته که مسلمان یا غیر مسلمان، به هزاران زن را در موترها سوار کردن و پاکستان فرستادن. شما ناموس فروش ها وقتی میایین درباره احمد شاه مسعود حرف میزنین، درباره فرزند احمد شاه مسعود حرف میزنین، درباره مبارزه احمد شاه مسعود حرف میزنین، شما کی هستین خودتون؟ شما کی هستین؟
شما اصلا تعریف از ناموس دارین، تعریف از عزت و آبرو دارین، تعریف از ناموسداری دارین؟ ندارین. کثافتایی که ریش گذاشتین فکر کردین مسلمان هستین. بریش گذاشتن کسی مسلمان نمیشه. بریش گذاشتن کسی مسلمان نمیشه. روی جای نماز جمناستیک کردن تو رو مسلمان نمیسازه. خدا کنه که از صبح تا شب تو جمناستیک کنی روی جای نماز، تو رو مسلمان نمیسازه. اگر تو نفهمی که چرا روی جای نماز استاد شدی و کی را داری عبادت میکنی، به خاطر چی عبادت میکنی؟ آیا عبادت میکنی که پر از غرور و تکبر شوی و فکر کنی که بهترین انسان ها و مسلمان ها تو هستی در روی زمین؟ فرق تو با شیطان هیچ چیز نیست. شیطان پیش از اینکه شیطان شود بسیار مقام و منزلت داشت نزد پروردگار. شروع شیطان نبود. شروع شیطان مقام و منزلت و حیثیت و عزت بود. اما شیطان رو چی شیطان ساخت؟ غرور و تکبرش، چیزی که شما بسیار زیاد دارین. امروز نماز رو شروع کردین، فردا همگی کافر است. فردا حج رفتین، پس فردا همگی مرتد است. فقط بکش، سر ببر، او کافر است، او کافر است، ای کافر است، ای کافر است. اصلا تعریفی از کافر هم ندارین که کافر به کی میگن؟ کافر چی رو میگن؟ تو کی هستی خودت؟ اما ضمانت خطی که برای تو داده شده یا از آسمان برای تو فرستاده شده که تو بهترین مسلمان ها هستی، یا بهترین هم بگذار، یا تو یک مسلمان خوب هستی و وارد جنت میشی، اما ضمانت خط نشرکو با صفحات اجتماعی که ما ببینیم چی رقم ضمانت خط است که تو قدر مطمئن هستی که دیگرها رو کافر میگی، دیگرها رو مشرک میگی، دیگرها رو مرتد میگی. مثل رمه گوسفند دور از کرامت انسانی، مثل رمه گوسفند دنبال همگی میدوین، یک ذره فکر انتقادی ندارین، انتقاد نمیکنین، نمیپرسین، سوال نمیکنین. کمی حرفی که میزنی بر بنیاد چی میزنی حرفه؟ تو کی هستی؟ ریش گذاشتی، لنگی سفید زدی، ما باید هر چیزی که تو بگی من قبول کنم؟ چرا؟ در زمان پیامبر مردم در مقابل پیامبر استاد میشد سوال میکرد و پیامبر برشون اجازه میداد، میگفت حق دارین سوال کنین. سوال انسان را میرسانه، سوال انسان را یعنی کنجکاوی، یعنی حس کنجکاوی انسان را رشد میده، ذهنش باعث میشه که انسان رشد کنه. یک جامعه‌ای که سوال نپرسه و هر کس نظر به شناخت و نظر به نمیدانم القاب مختلف که شخص داره یا به خاطر مشهور بودن شخص فقط چک کنن، و جامعه در بدبختی به سر میبره. و شما امروز جامعه ملت تاجیک را میبینین، یک جامعه بسیار تاریک و وحشتناک. امروز حرف از آزادی میزنیم، فردا میریم از خانه ما شروع تا ورزش و تا دانشگاه و تا کار و بار و بزنس و تجارت و همه چیز ما بی‌عدالتی است، حق تلفی است، ظلم است و فکر میکنیم که ما مبارز هستیم. و اون خاطر است که در اسلام گفته شده بزرگترین مبارزه، بزرگترین استادگی در مقابل نفستان است. اگر تانستیم در مقابل نفس ما مبارزه رو شروع کردیم، مطمئن باشین که شما مبارزه‌تان موفق است و به نتیجه میرسه. تا وقتی که این کثافت‌هایی که به نام دین، به نام خدا، به نام رسول بالای ما انسانایی که میخوایم زندگی درست داشته باشیم، زندگی انسانی داشته باشیم تجارت میکنن، تا اینا را شناسایی نکنیم، تا راه ما را از اینا جدا نکنیم، ما در خطر هستیم. امروز نسل جوان تاجیک پر از افراط است، پر از تاریکی و بدبختی است، پر از نفرت است. در کشورهای پیشرفته شما وقتی یک سیاستمدار یا یک نمیدانم یک عالم دینشان یا یک استاد دانشگاهشان یا هر کسی که باشه، وقتی شما او را دروغایش
منافقتشه، تاریکی و جهالتشه فاش میکنین و مردم را هوشیار میسازین، از شما تشکری میشه. مردم از شما تشکری میکنن، مردم خوشحال میشن که ما یک کسی را که داشت ما را میخواست فریب بده او را شناختیم، شناسایی کردیم سر وقتش. اما در جامعه ما وقتی اسلام صدیقی میاد میگه برادر عزیز، خواهر عزیز، من یک مسلمان هستم، من با دین اسلام مشکل ندارم، من با انسانای افراطی مشکل دارم. پیامبر خدا این تصادفی نبود که پیامبر خدا کاکایش تا آخرین لحظه حیاتش مسلمان نشد، به خداوند ایمان نیاورد. اما پیامبر خدا آیا او را کافر گفته رفت؟ آیا بر از او گفت که کاکا دیگه من تو رو نمیشناسم، تو جای جهنم است، تو باید در آتش بسوزی، تو چطور به خدا ایمان ناوردی، تو چطور به من ایمان ناوردی، سرش ببرین؟ نه خیر، تا آخرین لحظه حیاتش در کنار بستر بیماریش استاد شد، همراهش بود، یاریش کرد، حتی برش دعا کرد، گریه کرد تا باشه که خداوند هدایتش کنه. شما پیرو کدام پیامبر هستین؟ من خود نمیفهم. اگر پیامبر شما شیطان است که او را واضح بسازین، بگین ما پیرو شیطان هستیم که ما بفهمیم که شما شیطان پرستا هستین. اگر میگین پیرو پیامبر خدا هستین، او پیامبری که شما حرفش میزنین او پیامبری که من نمیشناسم. کدام پیامبر میگین شما؟ شرم است. شما یک بار ببینین که در دنیا چی حالت است. ویدیوها را میبینین شب تا صبح یا صبح تا شب در شبکات اجتماعی هستین. اگر وقتتان را ضایع میکنین، حداقل وقتتان را صرف مسائلی کنین که شما را به فکر بندازه، شما را مجبور بسازه که شما تدبر کنین، مسائل را تحلیل کنین. شما برین ویدیوهای که حرف از انسانیت میزنه او را ببینین. یک گنجشک زخم برداشته، یک خانواده با این گنجشک سر میخوره، این گنجشک را میبرن خانه، برش خانه میسازن، در خانه خود او را گرم میسازن، برش دوا میتن، برش مسکن میتن در آب و اطفال از این خانواده گریه میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که یک گنجشک که ما و شما گنجشک میگیم و بسیار سادگی با تفنگای بادی میزنیمش، به خنده و به مسخره از بین میبریمش که ما در خانه باز کوفته گنجشک بخوریم. کوفته گنجشک بشرمانید. و این مسائل بسیار مهم است. این مسائل شاید به نظر یک تعداد مهم نباشه، اما از دیدگاه من این همون جامعه ایره که شما حرفش میزنین تعریف میکنه براتون این مسائل که چطور یک جامعه است و سبب از این که ما امروز در چنگ یک گروه وحشت، یک گروه دهشت، یک گروه تاریکی، یک گروه ظالم افتادیم، سبب در چی است؟ شما فکر میکنین که فرخنده طالبا با سنگ و با لغت و با چاقو زدن؟ نه، کسایی که مکتب میرفتن، دانشگاه میرفتن، کسایی که عطر زدن را بلد بودن، کسایی که استایل زدن را بلد بودن، کسایی که موبایل داشتن، فیسبوک داشتن، شب تا صبح دختر آزاری میکردن، مردم آزاری میکردن، پشت دخترها میرفتن. اینا تو یک طبقه، یک دختر خانم عزت ما را، خواهر ما را با لغت و با سنگ و با چاقو زدن، از بین بردن. الله اکبر، زنده باد اسلام، زنده باد مسلمان. این هم شد اسلام از این کثافت ها. چی ساخته این از اسلام؟ چطور در حضور پروردگار استاد میشه؟ شما فکر میکنین که کثافت های چون انصاری و نمیدانم نیازی و نمیدانم دایی کثافت یا هر کدام کثافت دیگیش که در خراسان به هزاران به صدها هزار جوان را گمراه کردن و گمراه دارن میکنن و امروز هم فرار کردن، شما فکر میکنین که در روز آخرت اینا میان در کنار شما استاد میشن و از شما میتونن دفاع کنن؟
ما به نسل جوانی نیاز داریم که کمر خود را ببنده، به فکر لشکر سیاه نباشه، به فکر از این نباشه که ما یک لشکر بسیار دور و دراز باشیم که چشمای مردم سیاهی کنه ما را ببینن. ما به سیاهی لشکر نیاز نداریم. ما به تعداد زیاد نیاز نداریم. شما کارهای بزرگ را در دنیا وقتی میرین مطالعه میکنین، وقتی سر میزنین در کتابا با او سر میخورین، شما میبینین که شروعش بسیار کوچک بوده. شما میبینین که شروعش بسیار کوچک بوده. 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر تعلا بشه گذاشته. چیزی که نیاز است اراده قوی، اعتماد به نفس، نفس پاک و ای که انسان بفهمه که چرا این راه را انتخاب کرده و بسیار استوار و محکم باشه. چون در مسیر درست وقتی شما قدم میگذارین مهم نیست که در کدام عرصه، در کدام بخش، سیاست، اقتصاد، درس، ورزش، هر چیزی که باشه، رایتان وقتی درست باشه با بسیار چالش، با بسیار مشکلات، با بسیار چیزهای سر میخورین که شما را امکان داره که منحرف بسازه از مسیرتون. اما باید آنقدر محکم و استوار باشین که اصلا به فکر از این مسائل نباشین. اگر از صبح تا شب بزرگترین دانشمندای دنیا، بزرگترین نمیدانم مشهورترین ورزشکارا و نمیدانم چهرهای سینما، هر کسی که باشه بیایه برمه بگه که اسلام صدیقی پشت از این گپا نگرد، چی میکنی تاجیک و زبان پارسی، گپا ما انسان هستیم، زنده باد انسانیت، اینان بیفایده است. وقت خود را ضایع میکنن. وقت خود را ضایع میکنن. این رایم است به عدالت، به راستی، به درستی، به اون شکلی که به خدا ایمان دارم، به این مسائلم ایمان دارم، باور دارم. و تا وقتی که رای ما درست نباشه، تا وقتی که هدف ما راستی و درستی نباشه، ما به جای نمیرسیم.